حالا چی هست این علوم؟ فیزیولوژی چی؟ آناتومی چیه؟ کینزیولوژی چی هست؟ علم فیزیولوژی علمی هست که به ما یاد میده اندامهای بدن چه وظیفه ای دارن، چی کار میکنن. راجع به کارایی اندامهای بدن میاد بررسی میکنه و توضیح میده. در واقع فیزیولوژی در مقابل سوالهای چرا و چگونه هست. این عضو بدن چرا این کار رو میکنه و چگونه این کار رو انجام میده؟ اینا سوالاتیه که جوابش در فیزیولوژی است. آناتومی چیه؟ آناتومی در جواب سوال چه چیزی و کجا قرار میگیره. اندامهای بدن رو بررسی میکنه از حیث اینکه این اندام کجا واقع شده و از نظر فیزیکی چه شکلی داره و از نظر موقعیت قرارگیری خودش عضو بالا و پایینیش چیه، بغلیش چیه، کناریش چیه، پایین تر از این عضو چی قرار داره. اینها در حیطه علم آناتومی هست و یک ماساژور حداقل باید به یک فیزیولوژی مختصر و آناتومی مختصر مسلط بشه. علت ارتباط فیزیولوژی با آناتومی چیه؟ ساختارهای بدن با توجه به عملکردشون متفاوته. مثلا ماهیچه قلبی با ماهیچه‌ای که تو دیواره رگ‌ها به کار رفته فرق میکنه. با ماهیچه‌ای که توی بازو هست و اختیاری هست، اختیارش دست خودمه، میتونم منقبضش بکنم، ساختارش فرق میکنه، عملکردش هم فرق میکنه. ساختارها با توجه به عملکرداست. اینجا فیزیولوژی و آناتومی با هم ارتباط پیدا میکنه. اینجاست که این دو علم به هم مرتبط میشه، چون ما داریم راجع به بدن انسان صحبت میکنیم.